یا گایز خوش اومدیم به یه ویدیو. بچه من مستر بارموتی هستم. تو این ویدیو قراره یه بازی آوردم، قراره ما یه پلیلیست درست کنیم به اسم بازی چرت پرت اندرویدی. بچه واقعا یه بازی خیلی خیلی خفن و باحالیه. من خودم خیلی باهاش حال کردم. فکر کنم شاید بعضیاتونم بشناسینش به اسم بازی هاید آنلاین. بازی خیلی خیلی خفن. اینجام تصویرش میاد که اگر دوست داشتین یه موقع نصب کنین بازی کنین میتونین انجام بدین. فکر کنم خیلی قراره بازی باحال و جذاب و خیلی خفنی بشه و خیلی بچه ها ممنون از اینکه ویدیو قبلی حمایت شد و من همین الان که دارم این ویدیو رکورد میکنم بازی اونلی آپ روی اندروید که فکر کنم خیلی تازه بود، یعنی اصلا خیلی ندیده بودم رو اندروید انجام بدن این بازی رو و ما روی اندروید آوردیمش. اگر ندیدین اون ویدیو رو 100% بریم ببینید چون که بازی خیلی ترند و خیلی باحالیه. لینکش هم آخر ویدیو اگر توی یوتیوب ببینین میاد، اگر توی آپارات هم ببینین برید توی کانال دومین ویدیو نوشتم. بازی خیلی روماخی، حتما برید نگاش کنین و خیلی ویدیو جذاب و باحالی هم شد. خب بچه ها قبل از هر چیزی خیلی ممنون میشم که کانال ما رو لایک و دنبال و سابسکرایب کنید و یه کامنت هم اگه دوست داشتی بکن و ایدات رو بهم بگو که سری بعدی باید تو بریم جلو عزیزم. خب بچه ها بریم دیگه بدون هیچ حرف اضافی شروع کنیم. دوباره میگم این لایک رو فشار بده. فشار دادی؟ بریم. خب بچه ها ما الان رفتیم داخل بازی و همونطوری که دارین خودتون میبینین واقعا بازی خیلی باحالیه. اسم بازی هم گفتم هاید آنلاینه و صداشم ببندیم و دیگه همون قایموشه که دیگه تبدیل میشه به سری اجسام. قطعا دیدین خودتون، ولی این نسخه اندرویدیشه که ما الان داریم روی اندروید بیشتر تمرکز میکنیم و بازی های روی مثلا پی سی و اینا به زودی توی راهه و اونا خدمت میگی ناز کن. و بچه ها بریم توی بازی و ببینیم موضوع چه قراره. یه موقع لودینگش طول میکشه نمیدانم چرا، ولی دیگه بازی فانتزی مانندی انتظار گرافیک آنچنان نباید داشته باشیم. بدک نیست ولی خب ما 2 دقیقه دیگه میایم ریسپان میشیم و باید مقداری منتظر بمونیم. این بازی آنلاینه که فکر کنم مثلا خود بازی گروه بندی میکنه. یه بار تو باید پیدا کنی یعنی و یه بار اونا باید، یعنی اگه بگیرنت که تو میشی حالا پول همون قایم موشک خودمونه دیگه مونتا توی این فضا، یعنی دقیقا همچین فضایی. خب بچه ما تبدیل شدیم و صندلی و واقعا جای خودش خیلی خوبه الان و احتمال زیاد میگیرن. وای حاجی خیلی طبیعیه. من هیچ کاری نکردم و خودش سریع آمد. خیلی طبیعیه. وای نه یه قابلیتی خوکا من تمام شده. فکر کنم باید خوکو، چون که من یه دوبار دیدم ازش میتونستی مثلا کسایی که میگیرنه با همون عکس خوکه میتونستی تبدیل بکنی به یه حیوانی. بچه واقعا خیلی طبیعیه ها. چیز خیلی باحالیه به نظره. وای اصلا حواسم نبود به این. واقعا بازی خیلی هیجانیه. خب الان باید منتظر وایسیم. احتمال اینجا رو زیاد کات میکنم که زیاد منتظر وای نسید، چون که اینجا باید کات شه، چون که الان خیلی طول میکشه دیگه. بالاخره فکر کنم تقریبا یه 20 نفری شاید باشن، 10 نفر بگیرن 10 نفر قایم شن. وای این تبدیل من ماندم چطوری تبدیل میشن. حقیقتا هرچی دکمه بود تو بازی من تست کردم تغییری نشد. نمیدونم چطوریه دقیقا و فکر کنم ما باختیم. اونا دارن تیراشان هدر میدن،
چون که مکانیزم بازی شکلیه، مثلا اگر تو تیر بزنی و تیرت اشتباه باشه، یعنی بخوره چیزی که واقعا واقعیه، از جانت کم میشه و دیگه باید دقیقا با دقت بزنی و خیلی جای ضایع قایم شدی داداش. نه دیدی تبدیلش کرد به خوک، این دقیقا همون قضیه است که تا مثلا اگه بیای روبروش و نفهمه، به مدت چند دقیقه تبدیلت میکنه به خوک و میمیری، یعنی خشکت میزنه، همونجا تبدیل میشه به یه حالا هر چی. خودم این کارو کردم. خب بچه نوبت ما شد، ما باید منتظر وایسیم ببینیم چه خبره. 2-1 بچه بازی شروع شد. خب بچه ما میریم از اون جایی که آمدم اینجا. نه وای 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 وای. خودش تیر میزنه. اکی دیدی الان من تبدیل شدم به ببعی تبدیل شدیم ما، خدا وکیلی. رفت کجا حاجی؟ رفت کجا؟ برگرد. نه دیدی الان جان من کم شدن، اشتباه تیر زدم دیگه. حاجی مکانیزم خیلی بازیه یا چرت پرتی، رفت اینجا رفت کجا؟ قیبش زد واقعا قیبش زد اصلا. بگیر اینجاست آنجا بزن. خب آقای تیر نمیزنه. آها خب بچه ها خیلی واقعا بازی خیلی باحالیه و به نظر من ارزش نصب داره. یه بار به نظر من داره، من مطمئنم که داره ارزش نصب، او یه بار داره. آره واقعا به نظر من نصب کنی. چرا نمیمیره؟ دیدی ناجی نمرد. 2 خشاب روش خالی کردم نمرد. واقعا مگه میشه 2 خشاب طرف روش خالی کرد اصلا نمرد، زنده ماند. عجب، واقعا عجب داره. خب حاجی اینجا هم احساس میکنم آره نه واقعا عجب. بچه رفتن کجا اینا واقعا؟ آها یکی پشت بود. نگاهی با صندلی. آها ایول. حاجی دیدم کیل حساب میشه تو وقتی میزنی. آها بیا اینجا. آها رفت حاجی، در رفت. یه ریزه میزه نه از اینجاست. بیا آها کشتش، حقش بود. خب نمیدونم، احساس میکنم ممکنه اینجا یه چیزی باشه و واقعا نمیدونم. بذار ببینم. اونجا که همون اتاق چیزمان خود باز نمیشه در؟ نه باز نمیشه دیگه. همه جا رو گشتیم جایی نمانده. آها نه اشتباه، اینجا نیست، جای دیگه مونده. آها این کارتون صندلی همش داره از جانم کم میشه. صندلی تکان نخورد؟ جان تو فکر کنم تکان خورد. من که الان نمیبینم ولی شما یکی قایم شده و الان بله وین کردیم یا اونا وین کردن. نه فکر کنم ما وین کردیم. بچه ها خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقی. بچه ها لطفا چنل یوتیوب هم دنبال کنید، آپارات هم فالو کنید، یه لایک بکن، اگر دوست داشتی یه کامنت برام بذار. و اینکه بچه‌ها دیگه کلا ما قراره به صورت دیلی ویدیو آپلود کنیم و من میتونستم بیشتر از اینم بازی کنم، ولی به خاطر اینکه میخوام حجم ویدیو کم بشه و به صورت دیلی داریم ویدیو آپلود میکنیم، هم باید این مقدار ادیتش راحت‌تر بشه
و همین که دیگه باید یه فرصتی باشه بالاخره یه ایده هایی. البته بازی خیلی پیدا کردم، ویدیو بعدی هم یه بازی بتل رویال خیلی باحاله، خودم یه 3-4 دست باش بازی کردم و دیدم واقعا باحاله و کم حجم است، فقط باید از روی گوگل پلی دانلودش کنی. اینم بهتون بگم کسایی که مشکل اینترنت و اینا دارن میتونن تو کانال روبیکا جوین بدن و من اونجا فایل نصفیشو میذارم و میتونن اونجا ازش استفاده کنن. خب بچه‌ها خیلی عشقی، لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو کردن به پیج آپارات فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنون که تا آخر نگاه کردین، خیلی مخلصیم. تا یه ویدیو دیگه، پیس اوت. خیلی وقته که دیگه دلت واسم تایی نمیشه، گل ابریشم من گل